یوه کورنۍ ویونه، یک فامیل لغت. سلام د پښتو د زده کړې مینوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن ما تاسو ته یوه کورنۍ ویونه راوړي دي. یک فامیل لغات که نامهای تمام اعضای خانواده موجود است. یعنی شما دیگر در زبان پشتو در نامهای اعضای خانواده هیچ مشکل نخواهید داشت که در یادگیری زبان پشتو خیلی خیلی مهم است. پس شما که می خواهید زبان پشتو را یاد بگیرید و کسایی که در خارج از کشور زندگی می کنند در زبان پشتو و یا در زبان مادری خود مشکل دارند، می توانند ویدیوی ما را ببینند و مستفید شوند. پس لطفاً چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید. کورنۍ. کورنۍ به معنای فامیل و یا خانواده. زما کورنۍ ډیره لویه ده. خانواده ما یا فامیل ما بسیار بزرگ است. پلار به معنای پدر. مور به معنای مادر. ورور یعنی برادر. خور یعنی خواهر. دوستای عزیز، جملاتش دقیق متوجه باشین. در جمله معنایش هم درست‌تر و دقیق‌تر میفهمین که ما به شما در هر دو لغت در یک جمله استفاده کردیم. زما پلار او مور ډیر مهربان دي. پدر و مادر ما بسیار مهربان هستند. زه یو خور او دو ورونه لرم. ما یک خواهر و دو برادر دارم. زوی یعنی پسر، یعنی پسری که اولاد خدا آدم باشه. لور یعنی دختر، یعنی دختری که دختر خدا آدم باشه. هلک یعنی پسر، یعنی پسری که جنس مذکر ازدواج نکرده باشه، پسر. انجلی دختر، یعنی جنس مؤنث دختری که عروسی نکرده باشه به دختر انجلی میایه. و جملاتش ما به شما میخوانم. زه یو زوی او 3 لوڼې لرم. ما یک پسر و 3 دختر دارم. زما زوی 3 کلن دی. پسر ما 3 ساله است. زمونږ په ټولګي کې 3 هلکان او 5 نجونې دي. در صنف ما 3 بچه و 5 دختر است. نیکه به معنای پدر بزرگ یا پدر کلان. نیا مادر بزرگ یا مادر کلان. جمله شد دوستای عزیز متوجه باشین. زما نیکه مرده. پدر کلان ما وفات شده است. قنیام در الله به فضل شانده ده. اما مادر کلانم به فضل خداوند زنده است. تره کاکا. ترور خاله را هم میگه و عمه را هم میگه. جملهش متوجه باشین دوستای عزیز. زما ترونه به کابل که دی. کاکاهای ما در کابل هستن یا زندگی میکنن. خب ترورگان می به هر تتلی دی. اما خاله ها و یا عمه های ما خارج رفتن. ماما یعنی ماما. زما ماما به بغلان که ژوند کوي. مامای ما در بغلان زندگی می کند. مانی به معنای زن ماما. کانی یعنی زن کاکا. جملهش متوجه باشین دوستای عزیز. زما مانی او کانی سره ملګری دي. زن ماما و زن کاکای ما با هم دوست هستند. خب دوستای عزیز، میم به بخش دیگه از لغات. لمسی به معنای نواسه و نواسی که یعنی پسر باشد. لمسی نواسه که
دختر باشد. براره به معنای برادرزاده یعنی برادرزاده ای که پسر باشد. وریره به معنای برادرزاده ای که دختر باشد. خوریه خواهرزاده ای که پسر باشد. خورزه خواهرزاده ای که دختر باشد. میم به جمله از این لغات ما وای زوی بادام ده خلمسی او المسی ده بادام زره. دوستای عزیز یک مطلب مشهوری داریم که ما بر شما در جمله استفاده کردیم. میگن پسر بادام است اما نواسه ها هسته بادام. وریرونه پترورگانو دیر گران وی اما ها برادرزاده های خود را خیلی دوست می داشته باشد. زما خورزه او خوریه خونزی ته زی. خورزاده ما که مؤنث است و خواهرزاده ما که مذکر است به مکتب می روند. میره شوهر، خزه خانم، خواهی خوشو، خسر یا مو پدر شوهری که ما به اصطلاح هم میگیم. جمله اول دوستای عزیز متوجه باشین. خزه او میره ترمنز احترام متقابل اړین ده. احترام متقابل بین زن و شوهر ضروری می باشد. جمله دوم د ملال خواهی او خسر اشته تلیلی دی. خسر و خوشوی ملال به حج رفتن. لیور ایور یا مو برادر شوهر. یور خانم ایور. نندرور ننو. ورندار خانم برادر. جمله اول دوستای عزیز متوجه باشین. ملال خپل لیور او یور ته تحفه واغسته. ملال به ایور و خانم ایور خود تحفه گرفت. جمله دوم د ملال نندرور او ورندار سره ورانی دی. خانم برادر و ننوی ملال با هم جنگی هستند. اوخه خزرپره را هم میگه و یازنه را هم میگه. خینه خیاشنه. بنه انباق. جملهش متوجه باشین. د سردار اوخه آزموین تا چمتو ده. خسربره و یا یازنه سردار به امتحان آمادگی داره. جمله دوم که هر دو لغت در اینجا استفاده شده. د سردار خینه دمینی بنده. خیاشنی سردار انباق مینه است. ترورزه پسر خاله. ترورزه دختر خاله. لیورزه پسر ایور. لیورزه دختر ایور. بنزه پسر انباق. بنزه دختر انباق. زما ترورزیان ازدکونکی دی. بچه های خاله ما و یا بچه های عمه ما متعلمین هستند. دمینی لیورزی ناروغ ده. دختر ایور مینه مریض است. دمینی بنزی واده شو. دختر انباق مینه عروسی کرد. دوستای عزیز لغات ما در همینجا به پایان رسیده. امید شما عزیزان مستفید شده باشین و ویدیو را مکمل ببینین و اگر مشکل داشتین میتوانین در کامنت نوشته کنین و همچنان منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین و فعلا وقت خودش داشته باشین. چینل یوتیوب ما را همچنان سابسکرایب کنین.